بسیج مظهر معنویت و دفاع از ارزش‌ها. امروز درخت تناور بسیج بر اساس فرمان مقام معظم رهبری وظیفه غنیسازی اوقات فراغت جوانان در عرصه‌های سازندگی فعالیت می‌کنند. بسیج همه نیروهای پاک و خوب و زیبا و دوست داشتنی و زیباترین زیبایی ها و بهترین ها. چشم بسیجم به کلم باز شد، آب هویجم به دل آغاز شد. جام بسیجانه بیار عزیز، سنج بسیجی ز چه رو جاز شد. سلام دارم به همه بسیجیان سراسر گیتی، آنهایی که عشق به ولایت را در دلشان به مناسبت هفته بسیج مثل بسیجی محروم سردار محصولی ذخیره ارزی و طولی کردند. برنامه های ویژه‌ای برای شما تدارک دیدیم که وقتی نگاه میکنید همین طوری به عرض و طول بسیجیتون اضافه میشه. ازتون دعوت میکنم اول به گزارشی از سقوط بسیجیان نظام به توچال آقا توچال با هم ببینیم. اشتباه نکنید، اینجا آشیانه کلاغان نیست، اینجا قوقای حضور بسیج است که حرف اول را میزند. برویم ببینیم این بسیج رود از کدامین کوه میریزد. گزارشی داریم از کوهنوردی بسیجیان. از بسیج دانشجویی اومدیم، امیدواریم که یک صعود خوبی داشته باشیم به قله کلکچال. والا انگیزه‌های ما برای صعود بسیجیوار به توچال ارزش‌های متعالی نظامه. دشمنای نظام میخوان جوری جلوه بدن که انگار ما واسه حلیم صبحونه داریم میریم اون بالا. اونم هست، ولی ارزش‌های بالای بسیج فقط تو حلیم نیست. یا مثلا استکبار جهانی فکر میکنه ما به خاطر سهمیه دانشگاه اومدیم کو. ممکنه اینطور باشه، ولی به احتمال زیاد به خاطر قبول یخچال نیست. اون چه که واسه ما مهمه ارزش‌های بسیجه. بفرما حلیم، ببخشید بفرما ارزش‌های بسیج. خب امروز حرکت دانشجوی از دانشگاه مختلف، ما هم از دانشگاه شاهد اومدیم اگر بشه یه زیارتی کنیم که حرکت ورزشیه، چون همونطور که مقام معظم رهبری گفتن کنار تحصیل و تهذیب نفس باید ورزش هم باشه. بله، همونطور که مقام معظم ولایت گفتن تهذیب نفس خیلی خوبه، به خصوص کنار منقل که نفس آدم هم تهذیب میشه هم تبخیر میشه. آبجی من که چهره ورزشکاری شما رو نمیبینم ولی صداتون خیلی شبیه بروسلیه. انشالله شما هم بروسلی بشین بری المپیک. بسیجی اخور بخیر، خودتان نگه دار تا ایستگاه صلواتی بعدی فقط یه چفیه فاصله است. بله، بسیج رد پای خودش رو در صورت ادبیات هم گذاشته. در این قسمت توجه شما را به برنامه بسیج در آینه شعر جلب میکنم. هر کی کارش خودآموزی است او بسیجی است. بنابراین آفتاب، رودخانه ها که شغل هیجان انگیزی دارن، دریا، درختان، اینها همه بسیجی هستند. باز هم درباره بسیج و بسیجی نازنین صحبت میکنیم، این واژه مقدس. میخواستم بگم واقعا تو خودت هم چیزی از یه بسیجی کم نداری. چنار اسم تخلصت چی بود تو؟ خلاص، الا خلاص. واقعا آدم وقتی حرف کم میاره به چه فلاکتی میفته. آخه بلا چجوری تو درخت و آفتاب و رودخونه رو کردی بسیجی؟ شما بگو بهش. آخه کدوم درختی 8 سال دفاع مقدس شرکت کرد؟ مگه آفتاب میتونه مثل بسیجی ریش بذاره؟ خب ریشش میسوزه. چنار. الا خلاص. یه شعری بگو که بسیجی فهم باشه. مثلا من یه شعری دارم میگه در چشمان بزغاله ام بسیجانه فریاد زد. خب نگاه کن، این متبیته، متقافیه است، متردیفه، یعنی ردیفش ردیفه. چقدر خوبه که شاعران درباره این جور موضوعات صحبت میکنن. شما چقدر لطیف و با تعابیر قشنگی گفتید. واقعیت هم همینه. به یه تعبیری همه کسانی که خلق زیبایی کردن بسیجیه. بله، شما لپ کلام بسیج رو کشیدید، منم یه انگشتی فرو میکنم تو چشمش.
فقط شما که اینقدر خودتون طرفدار زیبایی بسیجی‌ها هستی، خودتون همچین یه تلاشی نمی‌کنید، یه تلاشی بکنین. لامصب بورچه رو صورتت بوکس و بات میکنه. آخه این صورت بسیجیه؟ و در انتها بسیجیان دلخسته دستان خود را رو به مرقد امام راحل گرفتند و متضرعانه دعای ریزش را درگاهش قرائت کردند. جایی رو نداشتم که در خانه تو پناه آوردم. هر کی خودش رو بیچاره میدونه ناله کنه. برادرها، همه دستا رو به مرقد امام، دستا بالا، پلیز هنزاب، اکشن. اماما نحن بسیجیونی محتاجون بریش و پشمک کسی را، نحن لحلوردتنا و انت تخم دو زردتنا. اماما اگه میخوای بدونی که کیف بسیج یعنی بسیجی چطوریه، باید بهت بگم که شده گیج و بیج فی سماوات و الارض. انا ضعیفون و ذلیلون و علیلون و شلیلون و شفدالون. ریزشیاش بلندتر بخونن. بده هرچی که بیشتر کتک خورده بیشتر باز گریه کنه. آقا عشق بریزید اشتهاتون باشه که امشب منصف پلو با مرغ میدن. من دلم امامو میخواد. همه من دلم امامو میخواد. امام منو نمیخواد. همه امام منو نمیخواد. بسیجی باز بیریخ باشه. بسیجی باید بیریخ باشه. خنگ و بد اخلاق، خنگ و بد اخلاق. و کلنا اولاغو کرد یعنی خرتیم امام، یعنی کرتیم امام، بس خرتیم و کرتیم و بنچرتیم و البلجیم بلتیم امام.